به نام خداوند بخشنده و مهربان، همدیاران عزیز، امروز با شما در موضوع برق، کمبود برق و چگونه از این مشکلی خلاص شویم صحبت خواهیم کرد و اینچنین یک چند توصیه خود را برای مردم عزیز تاجیک خواهم گفت که چی باید کرد، مردم چی کار باید کنند که حق خود را از حکومت طلب کنند و به آن برسند. به خصوص داشتن برق دائمی شبانه روزی در کشور، در هر خاندان، در هر کارخانه یکی از حقهای فطری و طبیعی نه تنها مردم تاجیک بلکه تمام بشریت در این شب و روزها است. شما یگان کشور را در یگان نقطه زمین یگان ملت را نخواهید داشت که امروز همین شب و روزها در عصر 21 به برق باشد، لیمیت برق داشته باشد. نه در افریقا، نه در آسیا، نه در اروپا، حتی در کشورها و جایهایی که جنگ زده هست. برای مثال فلسطین که چندین سالها باز با اسرائیل در حال مناقشه است، در اون قسمت غزه که محاصره شده است از همه طرف، اگر یک شبانه روز برق قطع شود، مردم به تظاهرات برمیخیزند و حق خود را یا از حکومت فلسطین یا از اسرائیل طلب میکنند. در تمام دنیا این گونه است. من چند پیش دوستان یک عکس را فرستادن، وزیر انرژتیک ژاپن فقط به خاطر آنکه 20 دقیقه در یکی از دهه‌های دوردست ژاپن برق قطع شده است، شاید به خاطر یگان صدمه باشد یا برف باریده است، معلوم نیست، وزیر انرژتیک به همون دهه رفت و به مدت 20 دقیقه برابر همون وقت قطع شده برق سرش را خم کرد، در پیش مردم تعظیم کرد و 20 دقیقه ایستاد. این رفتار یک حکومت، یک مسئولیت شناس هست و جوابگو در پیش ملت و در پیش مردمش. اما چرا در تاجیکستان ما در عصر 21 که یک کشور واقعا هم سرشار از نیروی انرژتیکی هست، نه تنها این سال بلکه بیشتر از 15-20 سال می شود که مشکل برق داریم. در زمستان بخصوص در موسم سرما برق را حکومت قطع میکند. بیاید یک سوال منطقی را نزد خود بگذاریم که آیا واقعا تاجیکستان مشکلی برق دارد؟ آیا در ما واقعا برق مشکل است؟ ما برق کافی تولید نمیکنیم؟ سبب چی است که همه ساله حکومت جمهوری تاجیکستان برق را قطع میکند و هر سال پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان و مردم وعده میدهد که خب این سال آخران سال هست و از سال دیگر شما برق را یا که لیمیت برق را افسانه خواهید دانست و این وعده ها را ما شاید که بیشتر از 10 سال است که مردم تاجیک میشنود و رحمان و این وعده های دروغین خود را تکرار میکند، اما هیچ نه که این وعده ها عملی شوند. چند روز پیش بعد از آن که مردم اعتراض کردند در شبکه ها، مسئولین برق تاجیک وعده دادند که 12 دکبر آخران روز لیمیت خواهد بود، بعد از آن لیمیت برق لغو می شود. من نمیدونم این ساعتایی که با هم صحبت کرده ایستادیم آیا واقعا در تاجیکستان لیمیت برداشته شد، حکومت برق را شبانه روزی به مردم داده ایستاده است یا نه طبق وعدهش. ولی خبرهایی که تا این لحظه به ما رسیده ایستاده است بازگوی آنند که تا هنوز در تاجیکستان لیمیت برقرار است و حکومت به وعده خود وفا نکرد. حالا سوال این است که اگر برق در تاجیکستان هست چرا حکومت آن را به مردم نمیدهد؟ اگر برق در تاجیکستان نیست حکومت از کجا وعده کرد که بعد از 12 دکبر دیگر برق قطع نمیشود؟ این سوال‌های هست که مردم با آن جواب میخواهد. حکومت هم تا امروز جوابی مشخص نداده است. ببینید دوستان عزیز، من نمیخوام در این صحبت با یک صحبت صرف علمی و در اساس فقط فکت و رقم‌های خشک و خالی کنم، چون که ما و شما ضرورت به این نداریم و بگذار در این باره متخصصان ساحه گپ زنم. من از نگاهی سیاسی مسئله رو میبینم، همچون یک سیاستمدار و راه حل مشکل رو در کجا میبینم یا اصلا خود مشکل رو اول در کجا میبینم و راه حلش چگونه است. تاجیکستان ما در جهان 8مین کشور است از بین 200 کشور که از روی ثروت‌های انرژتیکیش. ما در کشورهای سابق شوروی بعد از روسیه‌ای که با این پهناوری و با این بزرگی، با این دریاهای بزرگش و با این امکانات‌های بزرگ نفت و گازش جای دیوم را اشغال میکنیم. یعنی تاجیکستان کوچک
از روی ثروت‌های انرژتیکیش بعد از روسیه در اسینگ جای دوم است. ما از قزاقستان هم پیش هستیم، از ازبکستان، از اوکراین، از بلاروس، از همه کشورهای دیگر. این چه معنی دارد؟ این معنی رو دارد که در خود داخل تاجیکستان ثروت‌های انرژتیکی به حد زیاد هستند که ما نه تنها تاجیکستان را با آن 100% شبانه روزی با ارزانترین نیروی برق تامین کرده میتونیم، بلکه میتونیم آن را تبدیل به یک سرمایه و به یک کالا یا مالی استراتژی برای فروش در جهان تبدیل بدهیم. به همسایگان و کشورهای دیگر این برق ارزان را که در داخل کشور تولید میشود بفروشیم. اما چرا نه تنها برق را تولید به خارج صادر کرده نمیتونیم، بلکه مردم تاجیکستان امروز برق ندارد؟ مشکل در کجا است؟ بیاید یک تحلیل عمومی کنیم. تاجیکستان طبق دعوا یا آماری که وزارت انرژی تاجیکستان همین سال در نشر کرد، باید که 21 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید کند. یعنی سال گذشته تقریبا 19-20 میلیارد بود. امسال باید از اون نقشه که تا ماه اکتبر وزارت داشت تا آخر سال باید که 21 میلیارد کیلووات ساعت تولید کند. یعنی شاید تا این ماه دکبر نزدیک 19-20 میلیارد کیلووات ساعت تولید شده باشد. خب نیاز تاجیکستان برای برق در حدود 15-16 میلیارد کیلووات ساعت است. سال 2017 نیاز تاجیکستان برای داخلش در نزدیک 13-14 میلیارد کیلووات ساعت بود. شاید با نظر داشتیم که اهالی کمی بیشتر شد و کارخانه ها شاید بیشتر شده باشند، حالا بگم 1-2 میلیارد کیلووات ساعت دیگر نیاز ما هم بالاتر رفت. خب حد اکثرش 16-17 میلیارد کیلووات ساعت. خود تاجیکستان باز هم از روی معلوماتی که شرکت برق تاجیک نشر کرد، خود همین سال 3 میلیارد کیلووات ساعت برق را به خارج فروخت، یعنی زیادتی از آنچه که ما تولید کردیم. و اگر ما مقایسه کنیم مقدار برقی که تولید میکنن تمام گس های ما و تمام تتسه ها و اون شبکه های دیگرمان، در مجموع نزدیک 20% بیشتر از نیازهای داخلی تاجیکستان است و ما میتونیم حتی با همین شرایط هم برق را پورا تامین کنیم اهالی را و 20% دیگرش رو باز به خارج بفروشیم. اما چرا کمبود برق داریم و حکومت به مردم برق رو نمیدهد؟ من اینجا دو سبب رو میبینم. سبب یکم آن که برق به قدر کافی تولید می شود در داخل تاجیکستان، حتی در شرایطی سخت هم. مثلا اگر سال که کمی کمباریش آمد و سطح آبهای دریاهای ما اگر کمی پایین تر رفتن، این با اون حد خشک نمیشوند که دیگر اصلا در آب انبارهای تاجیکستان آب نباشد. با خصوص وقتی که در تابستان آب زیادتی است و اون ذخیره می شود، سطح آب در آب انبارهای نارک، در بایغازی، در قیراقون، در همه جا بالا می رود. آب را می توان ذخیره کرد و در فصل زمستان کم کم رها کرد، سر داد تا اینکه توربینه ها بچرخند و برق تولید شود. اما در هر صورت بگذار یخبندان آمد و سطح آب یک کمی پایان‌تر رفت، ما اون مقدار آب داریم در آب انبارها که از آن برق تولید کرده بتوانیم. من فکر میکنم که حکومت تاجیکستان حتی در حالت وزنینی که برق تولید کرده ایستادیم، اما اون اگر به خارج فروخته شود به اهالی نمیرسد، اگر به اهالی داده شود شاید که برای فروختن به خارج دیگر کافی نباشد. در این صورت حکومت تاجیکستان بین مردمش و بین حالا کلینت ها یا خریدارهای خارجیش خریدارهای خارجی را انتخاب میکند. چرا؟ برای آنکه هم ببینید اگر برق رو به تاجیکستان و به مردم هم که بفروشد هم پول را بالاخره میگیرد. شما فکر نکنید که حکومت تاجیکستان برق را به خارجی ها مثلا گرانتر از داخل میفروشد. شاید یک مقدار گرانتر باشد اما به اون حد نیست که مثلا در مقایسه با برق ازبکستان یا ترکمنستان برق ما گرانتر فروخته شود. اما چرا حکومت ترجیح میدهد که به خارجی ها برق را بفروشد و به مردم خودش نه؟ برای آنکه اگر به مردم که بفروشد این برق خریداری شده پولش یا از طریق پرداختن مردم، از طریق بانک ها و اون صورت حسابایی که هست به بودجه می رود.
و اون دیگر دزدیدن آن یک کمتر دشوارتر می شود. خب اینا که به این هم میدزدن 100% راه ها رو پیدا میکنن و تا امروز دزدیدن باز هم خواهند دزدید، اما یک کمتر با مشقت، یک کمتر باید که یک دو مراتبه دیگر باز این طرف اون طرف از اون مخیناتی های مالیوی رو عملی کنن تا اینکه مبلغ رو بدزدن. اما وقتی که اون رو به خارج میفروشن، فرق ندارد به ازبکستان یا به افغانستان، این پول مستقیما در شکل اسعار خارجی دلار یا یورو مستقیما به صورت حساب‌های می‌رود که دیگر در اختیار بودجه تاجیکستان، در اختیار وزارت مالیه، در اختیار مردم نیست. دیگر همین پولی هم که در اختیار وزارت مالیه است در اختیار مردم نیست، هر چیزی که خود رحمان بخواد هم خیلی خرج میکند. اما حداقل 5-6 نفر از کارمندان وزارت از این مبلغ آگاه میشوند. در صورتی که به خارج فروخته میشود، پول مستقیما به صورت حساب‌های مخصوصی والیوتایی میرود که اون بیشتر در اختیار خود نفرهای اولی کشور است، در خارج کشور هستند و راحت اینها پول رو میدزدند. بنابر همین اینها ترجیح میدهند که برق را در این شب و روز به خارجیان بفروشند. در فصل تابستان که برق به حد بیشتر تولید می شود، هم به افغانستان می فروشند، هم به قرقیزستان، هم به ازبکستان و هم به اهالی تاجیکستان را هم تامین میکنند. و یک عامل دیگر میتواند اینجا تاثیر برساند که این خیلی گفتیم عامل های طبیعی هست، شاید که سطح آب یک کمی پایین‌تر برود. اما من فکر میکنم چرا ببینید در همین آب انبار راغون که آب رو جمع آوری کردن و 2 تا اگریگات به کار شروع کرد و ببینید تا وقتی که راغون کار نمیکرد مشکلی برق ما همین مقدار بود. الان که راغون هم به کار در آمده است باز هم مشکلی برق فرقی نکرد. سوال با وجود میاد که چرا با وجود کار کردن 2 اگریگات راغون هنوز هم ما مشکلی برق داریم؟ اگر شما نمیدزدید، اگر به خارج نمیفروشید، مسئولی برق تاجیک یک بهانه پیش آورد که ما کارهای تعمیر را در شبکه برقی تاجیکستان گذرانده ایستادیم، از همین سبب مشکلی برق داریم. ببینید دوستان عزیز، کدام حکومتی با عقل، کدام شرکتی برق تاجیک اگر یک کمتر عقل دارد، مگر در اونجا معذرت میخوام دیبیل ها نشستن یا یگان آدمان بفهم نشستن که در فصل زمستان کارهای تعمیر میگذرونن. شما در تابستان چیکار میکردید؟ برای چی در تابستان تعمیر نکردید؟ خب میگوید که به سبب اینکه کرونا ویروس هست در مرزها بسته شدند و اون به اصطلاح قسمای احتیاطی وارد تاجیکستان نشد. این حرفا برای کدام آدمی بی‌سواد هست، کسی که از مسائل اقتصادی خبر ندارد، وضعیت کرونا ویروس رو نمیداند. کرونا ویروس پیش راه سفر انسان ها را گرفت. این ویروس از طریق انسان به انسان میگذرد. پروازها قطع شد، رفت آمدها قطع شد، اما در یگان کشور دنیا تا امروز انتقال مال قطع نشده است. نه در اروپا، نه در تاجیکستان، نه در روسیه، نه در آسیا، در هیچ جای دنیا. برعکس به سبب آنکه رفت آمد انسان ها کمتر شد، تبادل کالا یا مال از طریق مرزها در این شب و روزها بیشتر شد و انتقال بارها کماکان رفته ایستاده است. یعنی این حرفا برای کسانی هست که یا خیلی هم مردم را ساده حساب میکنن، مردم را نادان حساب میکنن و تمام حرفایی که درباره مشکلی برق میگن غیر از دروغ چیزی دیگر نیست. مشکلی حکومت تاجیکستان باور کنید نه کمبود برق است، نه تولید برق است، چیزی نیست. مشکلی حکومت تاجیکستان تنها یک چیز است، به دروغ گفتن عادت کردن. خب چی بدی دارد؟ شما بیاید به مردم تاجیکستان سوال بدید که ای مردم، ما 21 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید میکنیم، از این مثلا 16-17 میلیاردش برای استفاده داخلی تاجیکستان کافی است، 5 میلیارد کیلووات ساعت رو ما به خارج میفروشیم. مردم خودش تعیین کند که در فصل تابستان فروخته شود، در زمستان یا در کدام فصل دیگر، چون این مالکیت مردم است. در یگان جای دنیا نیست که یک حکومت مردم خودش رو فراموش کند، مردم رو در تاریکی نگه بدارد و این برق را به خارج بفروشد. خب بیاید بدترین سناریو را پیش بینی کنیم. حالا بگذار حکومت تاجیکستان راست میگوید که البته دروغ میگوید، هیچ کس به اون باور ندارد. بگذار حکومت تاجیکستان
گپش را باور کنیم که در فصل سرما ما برق کمتر تولید میکنیم، سطح آب پایین تر است و ما مشکل برق داریم، به اهالی تاجیکستان نمیرسد. خیلی خوب، مگر همین فصل زمستان و سرما این برفا فقط بالای تاجیکستان میریزد؟ مگر قرقیزستان همسایه ما دقیقاً همین حالت باد هوا را ندارد؟ مگر قرقیزستان هم تمام نیروی برقش از حساب هیدروانرژی گرفته نمی شود؟ خب ازبکستان یک مقدار نفت و گاز دارد، تیتسا کار میکنند، یک مقدار برقش را از حساب سرچشمه های دیگری غیر آبی میگیرد. قزاقستان هم همین خیال، روسیه هم همین خیال. اما قرقیزستان همسایه ما مثل تاجیکستان وابسته باد و هوا، وابسته هیدروانرژی است. پس چرا قرقیزستان وقتی که مشکلی برق پیدا میکند در فصل زمستان از تاجیکستان میخرد، از ازبکستان میخرد، از قزاقستان میخرد؟ زیرا حکومت قرقیزستان میداند که مسئولیت یک حکومت است که ملتش را با برق تامین کند. فرق ندارد اگر در داخل کشور تولید کرده میتونی، خیلی خوب، اگر نمیتونی بخر از خارج. افغانستان برای اهالیش از تاجیکستان برق میخرد، قرقیزستان از تاجیکستان برق میخرد، قرقیزستان از ازبکستان برق میخرد، حتی ازبکستان بعض موسم ها از تاجیکستان هم برق میخرد. چرا تمام دنیا در حالت ضروری از یکدیگر برق میخرند بغیر از حکومت تاجیکستان؟ حکومت تاجیکستان فقط باید برق بفروشد، هیچگاه برق نمیخرد. برای چی؟ مگر این مسئولیت حکومت نیست که ملتش را، مردمش را در حالت ضروری به برق تامین کند؟ ما اگر کمبود گندم داریم گندم میخریم، اگر کمبود مثلا روغن داریم روغن میخریم. وقتی که کمبود برق داریم برای چی از همسایگان از ازبکستان، از قزاقستان برق نخریم؟ قزاقستان برق بیشتر تولید میکند. حالا قبلا بهانه بود که با ازبکستان مناسبت ها بد است، اسلام کریموف اجازت نمیدهد. حالا مناسبت ها با میرزیویف خیلی خوب است و میرزیویف هم دیگر پرزیدنت نیست که مثل اسلام کریموف رفتار کنند. من مطمئنم اگر درخواست از طرف حکومت تاجیکستان شود حتما ازبکستان اجازت خواهد داد که از طریق لپ ها اون شبکه حمل و نقل برق قزاقستان رو ما راحت میتوانیم یا از مسیر ولایت سوخت یا از مسیر شهر ترسونزاده وارد کنیم. پیشتر در زمان شوروی ما وقتی که از کمبود برق میشد ما حتی از روسیه برق میگرفتیم. از دو راه، یک راه از طریق ولایت سوخت از ازبکستان میگذشت لپ، یک راه دیگر از طرف شهر ترسونزاده. سالهای شوروی حتی بین جنوب و شمال تاجیکستان لپ وجود نداشت، شبکه انتقال برق وجود نداشت، ولی این سالها با اینوستیسیون چین ساخته شد. فرق ندارد ما از کدام طرفی که از ازبکستان، از قزاقستان اگر برق بخریم میتوان از طریق ولایت سوخت به جنوب آورد برق را، یا برعکس از جنوب میتوان که به شمال تاجیکستان این برق را انتقال داد. اما چرا حکومت تاجیکستان این کار را نمیکند؟ یک دلیل دارد. من سببش را در آن میبینم که حکومت تاجیکستان خودش را مسئول در پیش ملت نمیداند. اصلا وظیفه خود نمیداند که مردمش را با برق تامین کند. و باید یک چیز را اعتراف کنیم، عیب خود مردم هم هست، عیب ما ملت تاجیک است که تا به حال در نزد حکومت هیچگاه به طور جدی مسئله گذاری نکردیم. تنها چند جوان چند روز پیش در شبکه‌ها من دیدم که به شکل اعتراض گفتن که اگر حکومت تاجیکستان برق را تامین نکند روز 20 دکبر ما همه باید که به تظاهرات و خیابان‌ها برویم. شما ببینید برابر آن که مردم یک دو صدا بلند کرد، برق تاجیک آمد، اولش که از مردم عذرخواهی کرد، بعداً گفت که ما از روز 12 برق را با مردم به شبانه روزی تامین خواهیم کرد. سوال با وجود میاد که حکومت برق را از کجا میگیرد که بعد 12 به مردم شبانه روزی تامین میکند؟ مگر این برق مثلا یگان روغن است، مثل آرد است، برنج است که در یک جا ذخیره کرده می شود و روزی در کاری آن را بیرون میکشید؟ شما وقتی که برق تولید شد شما آن را نگه داشته نمیتونید، اون باید حتما یا فروخته شود یا بسوزد یا روشنی کند. اون را در یگان اکومولاتوری کلان، در یگان پدول، در یگان آب انبار جمع کرده نمی شود. حکومت تاجیکستان یا برق تاجیک از کجا بعد 12 دکبر یعنی از فردا مردم را با برق تامین میکند؟ اگر کند هم، حالا خدا کند که به این وعدهشون وفا کنند، پس معلوم میشد که این برق وجود دارد، برق تولید میشود.
شاید حکومت تاجیکستان دیگر با اون شریکان خارجیشون میگن که مردم من اعتراض کرده ایستاده است، تا امروز خاموش بود، از این به بعد ممکن که تظاهرات کنن، شما میبخشید اکنون من به شما نه، با مردمم برق رو میفروشم. من فکر میکنم که همین دلیل نشان میدهد که ما خودمان مردم گناهکار هستیم. حکومت 1 سال قطع کرد، 2 سال قطع کرد، 3 سال قطع کرد، خاموش بودیم. حکومت رفت قانون تنظیم کرد تا درون خانه های مردم را تفتیش میکند، به بهانه تنظیم دیگ و طبق مردم را خبر میگیرد، جریمه میکند، خاموش هستیم. و مردم را زندانی میکند، خاموش هستیم. مسجدها را میبندد، خاموش هستیم. حجاب مردم را از سرش میکند، خاموش هستیم. خب دیگر همه گونه لباس مردم، زندگی مردم را دخالت میکند، خاموش هستیم. خب حکومتی که مردمش این گونه رفتار کند چیکار باید کند؟ به همون رقص و بازی مشغول است، به دزدیدن پولهای مردم مشغول است و هر چقدری که ما خاموش بیستیم همون قدر حکومت سوء استفاده خواهد کرد. شما دیدید مردم عزیز که چگونه وقتی که طلب جدی هست، قاطع هست، حکومت هم رفتارش رو تغییر میکند. حکومت هم انسان است، اونها هم میبینن و میدانن که نیروی اساسی مردم است، ملت است. مردم خاموش باشد، اونها این فساد و بیدادگری و دزدی خود را ادامه بدهند. مردم که سوال را قاطعانه گذاشت، اونها میفهمند که الان بس دیگر. اگر که حرف مردم را گوش نکنیم، تقدیر ما یا مثل بلاروس میشد، یا ارمنستان، یا اوکراین، یا هر جای دیگر که، یا حتی مثل قرقیزستان همسایه که در هر 3-4 سال یک پرزیدنت را عوض میکنند. من فکر میکنم مردم عزیز که ما باید سر این مسئله جدی فکر کنیم، خودمان را بشناسیم، به نیروی خودمون باور کنیم و بدانیم که واقعا هم ملت، مردم نه تنها سرچشمه حاکمیت هستند طبق کنستیتوسیا، بلکه نیروی اصلی در هر کشور هستند. من چند مثال دیگر به شما میارم تا اینکه باور کنید که ما و شما نیرو هستیم، ما و شما میتوانیم این حکومت رو مجبور به کارهایی کنیم که به فایده خودمون هست، به فایده مردم و اهالی کشور هست. حکومت تاجیکستان وقتی که مردم خاموش بود، هر کسی که تنقید میکرد حکومت را میبرد زندانی میکرد. اعضایان حزب نهضت، زید سعیدوف، محمد روزی اسکندروف، بزرگ مهریاروف، هر کی رو میخواست از هر کجای دنیا بخواد، از روسیه، از جاهای دیگر میدزدد، میاره زندانی میکند. اما چرا یک جوان ژورنالیست با نام پیر محمدزاده وقتی که درد دلش را گفت و با سخت‌ترین لفظ در چارچوب قانون، اما روی راست به رحمانوف، به خانواده رحمانوف حقیقت حال را گفت، شما فکر میکنید که مگر حکومت تاجیکستان از این پیر محمدزاده ترسید که او را زندانی نکرد و حتی او را بردن بسیار با احترامانه صحبت کردند و خواهش کردند که باز 1-2 ویدیو دیگر کن، مردم را کمتر آرام کن. مگر از این ژورنالیست ترسید؟ نه، هیچگاه از ژورنالیست نترسید. دهها و صدها این گونه ژورنالیست و سیاستمدارهای از این برادر قوی‌تر را هم بردن زندان کرد و اصلا یگان میجهش خم نخورد. اما رحمانوف از ملت ترسید، از مردم ترسید. رحمانوف وقتی دید که نوار صحبت این جوان را، این برادر را بیشتر از 1,000,000 نفر تماشا کرد، صدها و شاید که نزدیک 1000 مراجعت ویدیویی و آدیویی از طرف مردم از داخل تاجیکستان، از خارج برای پشتیبانی این جوان صدا داد، رحمانوف از اون جوان نترسید، از مردم ترسید که اگر من این رو زندانی کنم، خدای نکرده یگان کار علیه او شود، مردم شاید قیام کنند و این بر ضرر من می شود. اما از حزب سوسیال دموکراتی که نمی ترسید و نمی ترسد، برد معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات را زندانی کرد، حالا که اون معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات نیست حرفای این ژورنالیست را نگفته بود. پس ببینید وقتی که اینترنت را خواست قیمت کند حکومت، مردم اعتراض کردند، نوشتند، پتیسیا کردند، حکومت عقب نشینی کرد. البته موقتی هم بود ولی عقب نشینی کرد. وقتی که آشکار گفت که حمزه را اجازه نمیدیم به خارج برود، همینجا بگذار بمیرد چون که کسلیش تمام شده است، مردم فشار آورد از داخل از خارج، حمزه را رها کرد. امروز تبابت یافت، الحمدلله که در خانهشون در پهلوی ما زندگی دارد. دختر شبنم خدایداد و فاطمه خرساور هم اجازه نداد، مردم پشتیبانی کرد، اجازه داد. یعنی ببینید نیروی مردم چقدر قوی است دوستانی عزیز. یگان حکومت، یگان دیکتاتور در برابر مردم مقاومت کرده نمیتواند.
در صورت مردم رو فشار میارد که مردم خاموش باشد. ما و شما که در مسئله برق، در مسئله اینترنت، در مسئله پشتیبانی از این جوان ژورنالیست یگان طلبات غیر قانونی نکرده ایستادیم. این حق ما هست، حق ما برای آزادی سخن، حق ما برای اینترنت، حق ما برای برق، حق ما برای کار در کشورمان، جای کار، معاش خوب، پنسیه خوب، اینا هم حق مردم هستند، وظیفه حکومت است. پس وقتی آن رسیده است همدیاران عزیز که در طلب کردن حق خود یک کمی استوار باشیم، یک کمی جسارت داشته باشیم و با نیروی خودمان باور داشته باشیم. نیروی مردم، نیروی ملت بزرگترین نیرو هست. بسیاری از مردم عزیز از داخل از خارج با ما می نویسند. شما اگر تماشا کنید برنامه های ما را و برنامه های دیگر بلاگرها و برادران مبارز را که مردم سوال میکنن کی میخزیم، کی مبارزه آغاز میکنیم، کی مردم را دعوت میکند، چی کار کنیم. مردم سوال باران میکند با ما بگید که چی کار کنیم تا اینکه به یک نتیجه برسیم. شاید اکثر مردم فکر کنند که یگانه راه و به این نتیجه هم رسیدن که یگانه راه یک خیزش مردمی است که این حکومت را از سر قدرت دور کنیم و با جایش یک حکومت مردمی ملی را سر قدرت بیاریم تا اینکه اون دیگر با چند شرط، یکی اینکه در فکر و در غم مردم باشد، دوم که عوض شونده باشد. از دو دوره یگان رئیس جمهور، یگان وزیر دیگر باید در منصب نباشد، کسی هم که نباشد، حتی بهترین انسان هم باشد، نه مثل خانواده رحمانوف 30 سال باز به زن و بچهش بدید. نتیجهش همین می شود، اون چیزی که ما امروز یا در تاجیکستان یا در بلاروس داریم. خب وقتی که همه به این نتیجه رسیدیم که باید حکومت عوض شود، سوال دیگه این است که آیا الان وقتش رسیده است که ما مردم رو با یک خیزش یا با یک قیام مردمی دعوت کنیم؟ و بسیارها این سوال را میدین کی. من نظرم این است و اکثر کارشناسان، اکثر سیاستمداران بر این نظر هستند که روز به روز مردم تاجیک، ملت تاجیک بیدار شده ایستاده است، نیروی ما بیشتر شده ایستاده است، مردم حق خود را طلب کرده ایستاده است، جسارت مردم بیشتر شده ایستاده است و خدای نکرده با یک دعوت غلط، با یک حرکت غلط نشود که باز ما پیش راه این بیداری مردم را بگیریم. البته من طرفدار آن نیستم که خیلی هم طولانی شود، خیلی هم تأخیر شود، برای آنکه باز میتواند در این بین یگان کار دیگر، یگان پروکاسیون دیگر رخ بدهد که باز چند سال دیگر، 3 سال 5 سال دیگر این بیداری مردم را، میانش را بشکنن، همونطوری که چند مرتبه در این بین این روند بیداری مردم ضربه خورد. اما مردم عزیز، شما در این بین چی کار باید کنید؟ کسانی که از من سوال میکنید، از دیگر برادران مبارز سوال میکنید که با ما بگوید که چی کار کنیم. من فکر میکنم که همون راهی که الان ملت آغاز کرده است این را باید دوام داد. راه آشکار گفتن، با صراحت، با جسارت از تمام مشکلی ها گفتن. برق ندارید، اون را نوار بگیرید و بیرون به شبکه هایی که در این باره صحبت میکنند بفرستید. پلیس از حد خود بیرون رفت، قانون شکنی کرد، به خانه مردم زده در آمد، این را ثبت کنید بفرستید. یگان حکومتدار از شما پاره گرفت، از شما رشوه گرفت، از رئیس جماعت، رئیس محله، میلیسیونر، گایشنیک، وزیر، معلم، دکتر فرق ندارد، هر کسی از شما بیرون از قانون پول میگیرد، این را نوار بگیرید، ثبت کنید، دعوا کنید، با ما بفرستید، ما این را رسانه‌ای کنیم. ببینید چقدر تاثیر دارد. اگر این برادر خاموش میمان یا برادران دیگر مثل که 10 صدها نفر دیگر رو زندان کردن، به همین طور این قضیه هم فراموش میشد. اما دیدید که نتیجه داده ایستاده است. پس در این شب و روز وظیفه هر کدام ما و شما، هر کسی که از من میپرسد که چیکار کنیم، من به شما این جواب را میدهم. از همین روز شروع کرده بیشتر فعال باشه در شبکه ها، بیشتر بگوید، بیشتر بنویسید، بیشتر مواد بفرستید و کمترین کاری که هر کدام شما چی در داخل چی در خارج کرده میتونید، این تقسیم کردن به نفران دیگر، فرستادن اون برنامه ها و صحبت هایی که برادران مبارز در بیرون کرده ایستادن. فرق ندارد از کدام حزب و گروه است، همه را به مردم تقسیم کنید، بفرستید، لایک مونید، کامنتر بنویسید. بعضی را حکومت میترساند که اگر شما لایک موندید یا کامنتر نوشتید شما را پیدا میکنن، حبس میکنن. نه، بله در فیسبوک یک کمی مشکلی است چون که در اونجا اکانت هست و
شاید که پیگیری کردن لایک و اینا آسان است، اما در یوتیوب در شبکه‌های دیگر اصلا امکان ندارد که حکومت اون رو پیگیری کند، آشکار کند که کی لایک مونده است، کی پدلیسا کرده است. و این کاری این حداقل است که هر یک مبارز، هر یک انسان آگاه باید انجام دهد. اگر شما مردم عزیز، کسانی که همیشه سوال میگذارید کی شروع میکنیم، بیاید این مشورت رو کنیم. شما یک چند ماه دیگر با همین سرعت، با همون جسارتی که هست، این پشتیبانی خود را، کمک خود را از برادران مبارز ادامه بدهید، حرف دل خود را بیشتر بگویید، تا اینکه الان اگر تصور کنیم که مردم تاجیکستان 5% بیدار شد در همین 2-3 ماه گذشته، ما حداقل این سطح را به یک درصدی، مثلا 15-20% مردم برسانیم که احساس کردیم که مردم واقعا بیدار شده ایستادند، مردم دیگر ظلم را طاقت ندارند، مردم جسور شده است، مردم از رشوه‌خوری و ظلم میلیسیونرها و معلم‌ها و وزیرها و دیگر مسئولان دولتی الکی بیزار شده است و این را آشکار کرده ایستاده است. در اون صورت میتوان با باوری تمام و با یک احساس مسئولیت درباره اقدام‌های جدی‌تر با مردم صحبت کرد. من فکر میکنم که الان وقتی آن رسیده است که خیلی هم با جسارت بیشتر صحبت کنیم و مطمئن باشید اگر ما و شما یک هفته دیگر، 10 روز دیگر در مسئله برق جدی صحبت کنیم، مسئله گذاری جدی شود و حتی جای شکش نیست، جای عیبش نیست، یک گروه از شهروندان در چارچوب قانون درخواست تظاهرات رسمی قانونی در نزد شرکت برق تاجیک کنند. برای مثال از روی قانون 10 روز پیشتر باید این درخواست داده شود. مادران ما، برادران ما، پدران ما، کسانی که از برقی بیمار شده ایستادند، کسل شده ایستادند، خلاصه این عمر انسان رفته ایستاده است، اینا حق دارند که در چارچوب قانون در نزد حکومت تاجیکستان، در نزد برق تاجیک درخواست یک تظاهراتی قانونی کنند. من حالا درباره تظاهرات مردمی که اصلا باید ضد این نظام قیام کند و این نظام را از طریق قدرت دور کند صحبت نمی کنم. روزش که رسید در اون باره در اون وقت خودش صحبت خواهیم کرد. من حاضر درباره برگزاری یک تظاهرات خرد از طرف مادران، پدران، خواهران و برادران در شهر دوشنبه یا در منطقه دیگری تاجیکستان برای یگان مسئله عوض کردن حکومت نه، برای برق که حق خودتون هست، برق در تاجیکستان تولید می شود، همین رو از حکومت طلب کنید و ببینیم که حکومت چیکار میکند. حتی حکومت اگر به شما مطمئن باشد، حکومت به شما اجازه تظاهرات هم ندهد، اگر مطمئن باشد که برق را برای مردم خواهد داد. همون طوری که اینترنت را قیمت نکرد، اگرچه مردم گفتن امضا جمع میکنیم، تظاهرات نکردن، فقط امضا جمع کردن. بنابراین همین هموطنان گرامی، من فکر میکنم وقتی آن رسیده است یک با جسارت بیشتر صحبت کنید، برادران مبارز خود را در بیرون با لایک و با هر امکاناتی که دارید، با نوار، با صحبت، با فرستادن فکت و رقم ها کمک برسانید. انشاءالله که این مبارزه دست جمعانه ملی ما حتما به یک نتیجه زود خواهد رسید و ما و شما به یک وضعیت، به یک کشوری بهتر و سزاوارتر برای خودمان خواهیم رسید. خداوند یکایک شما را در پناه خود نگهدار باشد تا صحبت‌های بعدی.